سلام بر دوستان عزیز دلانگیز دانستنی روز. حالتون چطور؟ می‌دونید ژاپنی‌ها چیز میز عجیب زیاد دارن که ما ازشون بی‌خبریم و من می‌خوام تو این ویدیو چند تاشو بهتون بگم. بله، کاراوکه بی صدا یکی از عجیب ترین است. اگه دوست دارید کسی صداتون رو نشنوه یا اگه صداتون خوب نیست، میتونید از این میکروفون جالب استفاده کنید. این میکروفون طوری ساخته شده که اصلا صداتون رو بیرون پخش نمیکنه و شما میتونید تا دلتون بخواد داد بزنید و کسی هم صدای شما رو نشنوه. این سبد خرید اتوماتیک خیلی راحت با قرار گرفتن تو جایگاه مخصوصش خریداتون رو میندازه داخل کیسه و تحویلتون میده که کارتون رو بسیار راحت میکنه. توی یکی از قطارها و متروی ژاپن یه صندلی مخصوصی وجود داره که اسمش هاروکاست و تو هر جهتی که دلتون بخواد اون میچرخه و شما آزادین به هر سمتی که دوست دارید صندلی رو بچرخونید. یعنی شما تو ژاپن باش، حق انتخاب صندلی تو جهتش هم تو قطار با خودت. یکی از عجیب ترین سازهای ژاپنی که توی کمتر مصرف شدن آب کمک میکنه این سرویس بهداشتی ویژه است که آبی که موقع شستن دستاتون استفاده میکنه ذخیره میکنه و برای سیفون استفاده میکنه. شاید عجیب باشه اما توی مصرف آب کلی صرفه جویی میشه. ژاپنی‌ها فکر همه چیز و همه کسو کردن. این کل ایمنی مخصوص خانوماست تا موقع موتور سواری موهاشون افشون و پریشون نشه و باعث میشه خانوما موهاشون رو جمع کنن و بذارن توش و موقع موتور سواری از دست موهای بلند کلافه نشه. یکی از جالب ترین کارها هم توی ژاپن اینه که شما میتونید از فامیلیتون به عنوان پلاک استفاده کنید. به جای عدد جلوی خونتون به جای که عدد بنویسن فامیلیتون رو می‌نویسن که این توی پیدا کردن آدرس‌ها خیلی کمک می‌کنه. مثلا منزل آقای کامران نژاد اونجا مثلا پلاک داره. بله، البته گفته میشه پلاک بعضی از خونه‌ها اونجا شطرنجیه. بله، اینم از عجایب ژاپن دلانگیزا. نظر و لایک فراموش نشه و حالا شما از عجایب ایران تو کامنت ها بگید.